بسم الله الرحمن الرحیم. این کتاب بلوغ المرام از آن حافظ ابن حجر رحمت الله علیه، طبعی نو شیخ عبدالمحسن القاسم استاد ما این از 1500 مخطوطات تحقیق کردیم. یعنی خیلی مهنتی کلام کرده هستند و این کتاب یعنی طالب علمی که علم حدیث میخواند بعد اینکه اربعون نووی امام نووی را خواند، بعد از آن عمدة الاحکام را که خواند، بعد به این کتاب شروع میکند. یعنی پیش از آن که به صحیح بخاری و به کتاب های مسند گذرد، این کتاب را میخواند. عبارت از 1353 حدیث است در همین نسخه، حدیث های احکام. و مصنفش حافظ ابن حجر میگن که حررته تحریرا بالغا لیصیر من یحفظه بین اقرانه نابغا. من این کتاب را بسیار تحریر کردم، یعنی در بالای این کتاب بسیار محنت کردم. دلیل های 4 مذهب را قریب که در همین کتاب میابید. در مسائل های فقهی برای چی مذهب امام ابو حنیفه چنین گفت، تکیهگاهش این حدیث است. برای چی مذهب شافعی چنین گفت، تکیهگاهش این حدیث است. گاه دو حدیثی به هم دیگر ظاهرا معنایش زید را در یک جا روایت میکنند و به اسناد از ابو هریره از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت میکنند. گفتن که من این بسیار تحریری مبالغه کردم در تحریر این کتاب تا اینکه کسی که این کتاب رو حفظ میکند در بین اقرانش نابغه شود، یعنی نمایان شود. کسی که این کتاب حفظ میکند از دیگر رفیقانش فرق میکند. بنابراین این کتاب 2 نسخه آماده کرده. یک نسخه که حاشیه دارد، گاه بعض لفظهای غریب شرح دادن، گاه فرقیتی بین نسخه ها را بیان کردن. و این نسخه دیگر دارند خالی از همین حاشیه ها، فقط برای حفظ، اونم در شکلی معیده تر تیار کردن برای در کیسه و در سفرها برداشتنش آسان و سبک شود.